الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانم و خواهران موحدم، امروز شب 27 رمضان است. ان شاء الله که شب قدر است و یکی از آخرین شب‌های ماه مبارک رمضان است. رمضان یا 29 روز یا که 30 روز هست، چلی که بر این حدیث صحیح دلالت می کند. پس 2-3 روز دیگر به شمار مانده است که من و شما می توانیم از این فرصت استفاده ببریم. بله، الله به هر کسی که توفیق داده باشد و اختیار کرده باشد که بنده خاص الله است، در این ماه مبارک پرفضیلت، ماهی که تمام عبادت ها اجرش زیاد است، حرکت کرد، کوشش کرد و توحید الوهیت خود را تحقیق کرد. توحید الوهیت، یگانه الله رب العزت و الجلال را عبادت کردن است. روزه اش را به خاطر الله داشت، ذکر و تلاوت را به خاطر الله کرد، نمازهای تراویح را، رکوع و سجود را به خاطر الله انجام داد و کفر بالطاغوت کرد و الولاء و البراء را زنده کرد. الولاء کرد بر مؤمنین، الولاء کرد بر مسلمین، صدقهشان کرد، نصرتشان داد، کمکشان کرد، دستگیریشان کرد و دعا در حق امت اسلام کرد که این الولا هست. البراء از کافرین کرد، دعایشان کرد، در نمازها و در ویتر لعنتشان کرد، از الله برای اونها عذاب و درد و شکست طلب نمود و این چنین هدایت طلب نمود که الله به علمش و قدرتش خودش داناست که کی را هدایت میکند. پس هر کسی که عبادت کرد برای خودش کرد و هر کسی که عبادت نکرد ضررش برای او هست و البته این توفیق الله هست. اما امروز من میخواهم برای شما در باب نمازی عید صحبت بکنم، زیرا از سبب این وبا که در تمام عالم وجود دارد، امروز درهای مساجد محکمند و در مسجدها مثل سالهای گذشته انسانها جمع شده نماز عید را با همراهی امام ادا کرده نمی توانند. پس به من سوال زیاد می آید که آیا نماز را در غیر مسجد خواندنش جایز است؟ حکم نماز عید چیست؟ خانه می شود نخانه می شود؟ یا که چگونه نماز عید خوانده می شود؟ در این صحبت به همه این سوالها آهسته آهسته جواب می دهم. اولا حکم نماز عید. 2 عید، خواه عید فطر یا خواه عید اضحی قربان. البته در حکم این 2 نماز عید، در حکم نمازهایی که در این 2 عید خوانده می شود، 2 نماز عید فطر و عید اضحی، علما به 3 قول اختلاف کردند. مختصرا میگویم بعضی از اونها، بعضی از علما به مانند امام مالک رحمه الله میگویند که حکم نماز عید این سنت است، سنتی مؤکد است، واجب نیست. این مذهب مالک است و یک قول از شافعی است. و یک قول میگویند، مذهب دوم میگویند حکم نماز عید واجب علی الکفایه است، یعنی فرض کفایه است. اگر یک قسمی از انسان ها خوانند، از قسم باقی مانده ساقط میشد. این مذهب حنابلة، یک روایتی از مذهب حنابلة و یک روایتی از امام احمد بن حنبل و بعضی از شافعی هست. و مذهب سوم این است که میگویند حکم نماز عید، این 2 عید، نماز عید فطر و نماز عید اضحی، این واجب است.
به هر یک انسان، یعنی فرض عین است. واجب به معنای فرض عین است یا که واجب بر اعیان است. این مذهب مذهب ابو حنیفه و یک قول از امام شافعی و یک روایت از امام احمد و بعض از امام های مالکی، یعنی بعض از علمای مالکی این سخن را گفتند و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هم همین مذهب را اختیار کرده اند. چه که در کتاب بدائع ذکر شده است یا چه که در کتاب ابن عابدین حنفی ذکر شده است، مجله دوم صفحه 166 و اختیار شیخ الاسلام ابن تیمیه هم در کتاب مجموعه الفتاوی مجله 23 صفحه 161 ذکر شده است. دلیل های این همه مذاهب رو ما ذکر نمی کنیم زیرا که وقت زیاد می رود و این درس های خاص در این مسئله ان شاء الله قریب است. پس قول راجح از این سه مذهب که نماز عید بعضشون سنت مؤکده، بعضشون فرض کفایه و بعضشون فرض عین میگند، قول راجح مذهب سوم این حکم نماز عیدین فرض عین است یا که بگیم واجب به هم است، واجب به اعیان است. مذهب ابو حنیفه و قول از شافعی و روایت از امام احمد و اختیار شیخ الاسلام تیمیه است. دلیلشون این است که الله رب العزة والجلال میگه فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، سوره کوثر آیت دوم. ای محمد صلی الله علیه وسلم نماز خون برابت وانحر و قربانی کن. یا که دلیل دومشون این است که میگویند سوره بقره آیت 185 که الله سبحانه و تعالی گفت ولتکبروا الله علی ما هداکم، یعنی الله را تکبیر بکنید که شما را هدایت کرده است در این روز عید. و حدیث های زیادی را حجت می آورند و بزرگترین حجت از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که رسول الله یگان مراتبه نماز عید را ترک نکردند و همیشه ملازم بودند و مردم را به خروج به نماز عید دعوت می کردند. پس قول راجح این است که حکم نماز عید بارک الله فیکم واجب بر اعیان، یعنی فرض عین است، زیرا دلیل همین قول قوی است. وقت نماز عید، مسئله دوم، وقتی که حکمش رو فهمیدید باید نماز عید رو بخونید. پس وقت نماز عید کدام وقت شروع می شود و کدام وقت به پایان می رسد؟ وقت نماز عید این وقت نماز ضحی است، یعنی وقتی که یک نیزه آفتاب بلند می شود. وقتی که دیدید که آفتاب یک نیزه بالا شده و همه جا روشن شده و آفتاب را شما می بینید که یک نیزه در بالا هست، فهمید که وقتی نماز عید داخل شد. تا وقت زوال، یعنی پیش از نماز پیشین تقریبا 20 دقیقه یا 15 دقیقه تا همون وقت خوندنش ممکن است. لیکن مستحب این است که علما میگویند نماز عید را در اولی وقتش بخونید، خصوصا در عید قربان، در عید اضحی در اولی وقتش خوندن این مستحب است. اما در عید فطر، در عید فطری که بعد از رمضان بعد از یک چند روز می آید، بهترش این است که کمی در مابین وقتش بخونید، یا که در اولی وقتش هم نباشد، کمی از وقتش از اولی وقت کمی گذرانیده، زیرا که انسان ها فرصت پیدا بکنند و زکات فطر خود را به فقرا برسانند و بعد از این نماز را دریافت بکنند. پس سرشوی وقت صلات عید بعد از بالا شدن آفتاب به مقدار یک نیزه است. بارک الله فیکم. و پایان یافتن نماز عید بعد از چی است؟ زوال شمس است، بعد از رفتن زوال شمس است. و همین قولی جمهور علما است، مذهب حنفی، مذهب مالکی، مذهب حنابلة، قولشون همین است. چخیلی که در کتاب ابن عابدین مجله اول آمده است، در سوقی هم آمده است، کشف القنا و دیگر از کتاب های معتبری این مذاهب ذکر شده است. بارک الله فیکم. پس این وقت نماز عید بود. مسئله دیگر اینجاست که اگر کسی نماز عید را دریافت نکرد،
از سبب عذر آیا میتواند که خودش تنها بخواند؟ بله، علما در این مسئله اختلاف کردند، در بین علما اختلاف وجود دارد، لیکن قول راجح همین است که کسی که نماز عید را به سبب عذر دریافت کرده نتوانست، میتواند که 2 رکعت خواند، اما بدون خطبه نکرده 2 رکعت نمازی که یعنی نماز عید است میخواند، که البته ما چگونه نماز عید چگونه بودنش و چگونه ادا کردنش رو به شما میرسونیم. خواه در تنهایی خواه جماعت، کسی که به جماعت یعنی نرسید، کسی که یا در تنهایی به نماز نرسید، به عذر نرسید، میتواند خودش نماز رو علاهیده در تنهایی بخواند برای اون که دیگر جماعت به پایان رسید، یا که اگر اینها یک چند نفر باشند یک نماز جماعتی بکنند و بخوانند. بارک الله فیکم. سوال دیگر اینجاست که امروز درهای مسجد بسته است، آیا انسان ها می توانند نماز جماعت را در خانه هاشون بخوانند؟ اصل در نماز عید، اصلی مکان نماز عید این مسجد نیست. این را ما باید بدانیم که اصلی مکان ادا کردن نماز عید این صحرا است، مصلا است. مصلا یعنی یک جایی که یک صحرا، یک زمینی که یعنی راست است، تکیز است، انسان ها می توانند در اونجا بایستند و نماز بخوانند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می گفتند نماز خواندن در مسجد من نبوی این افضل است از دیگر نمازها به مقدار 1000 بار، و البته روایت 500 مرتبه. یعنی می گفتند صلات فی مسجد هذا افضل من 1000 صلات فی ما سوى الا المسجد الحرام. چخیلی که روایت ذکر شده است از امام بخاری نه با رقم 1190 و امام مسلم با رقم 1394 ذکر میکنند. با وجود همین که پیامبر میگفتند که نماز خواندن در مسجد من 1000 مرتبه بهتر است و در روایت دیگر 500 مرتبه بهتر است گفتند، با وجود همین روز عید مردم را میگفتند که به صحرا، به مصلا برایید، یعنی به یک چیت شهر می برآمدند، همه جمع می شدند، زن و مرد، کودک همه می برآمدند و نماز می خوانند. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم امر میکردند که زنهایی که حیض دیده است اونها رو هم حتما باید به نماز عید برارید، اما زنهای حیض دیده نماز نمی خوانند، در یک طرف می ایستادند. مقصد چیست؟ مقصد بزرگی این روز رو نشون می‌دهد، مقصد جماعت بودن مسلمان ها رو نشون می‌دهد. بارک الله فیکم. از همین جهت ما امروز به شما میگوییم که درهای مسجد وقتی که بسته هستند شما به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل بکنید. یعنی شما ای جوان مردان اهل خانواده خود را بگیرید، به یک صحرای روید، در اونجا نماز بگذارید. اگر طاغوت ها شما را در صحرا نگذارند نماز گذاشتن، به خانه یکی از برادرها روید که اگر خانه اش خوب باشد، زمینی باشد، باغچه پیش حولیش زیبا باشد، خوب باشد، در یکی از باغ‌های برادرها جمع شوید و نماز را حتما به پایان رسانید، حتما ادا بکنید، حتما نماز عید را بخوانید. بارک الله فیکم. چرا؟ اینها وبا گفتند، درهای مسجد را محکم کردند، نماز خواندن را محکم کردند، نماز عید را محکم کردند، نماز جمعه را محکم کردند، اما بازارها گشوده است. در درون بازارها هزارها انسان‌ها با می‌گردند و دیگر جایها باز است، گشوده است. از همین جهت باکی ندارد نمازی البته عید رو یعنی جماعه شوید در باغ از باغ‌های برادر، در صحرای، در خانه بخونید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم به مصلا بردنشون، مردم رو دعوت کردنشون، حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در امام بخاری، یعنی این حدیث روایت شده است بر رقم 956 و در امام مسلم بر رقم 889 و در سنن نسائی و غیره روایت شده است که ابی سعید الخدری رضی الله عنه گفتند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شیء یبدا بالصلاه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روز عید فطر و در روز عید قربان به مصلا می رفتند. مصلا مسجد نه، مصلا یک زمینه که فقط روز عید فطر و روز عید اضحی قربان رفتن نماز می خواندند در بیرون از شهر،
در یک اطراف و با همون بازگشته می اومدن. وقتی که به مصلی می رفتن اولین چیزی که شروع می کردن این نماز خواندن بود. یعنی پیش از نماز عید و بعد از نماز عید یگان نماز سنت نفل مخصوصی نیست. برادران عزیز، شما به صحرا روید یا که به یک باغ برادران روید، اگر نماز رو شروع کنید پیش از نماز عید 2 رکعت مخصوص نماز هست یا که بعد از نماز عید نماز است، نماز وجود ندارد. وقتی که شما رفتید یک بار نماز عید رو شروع میکنید. آیا نماز عید اذان دارد، اقامت دارد؟ اذان و اقامت ندارد. اذان و اقامت ندارد. اذان و اقامت این نمازی به نماز 5 وقته گفته میشد. اذان و اقامت ندارد. فقط امام میگه که برادرها بسم الله خیزید، راست شوید، صف را راست کنید، صف را راست میکنند و الله اکبر به نماز شروع میکنند. پس شما وقتی که مکان رو اختیار کردید، خیلی که ما به شما گفتیم بارک الله فیکم، بعد از این شما اذان نگفته، قامت نگفته به نماز شروع میکنید. به نماز شروع میکنید. نماز خواندن چطور است؟ نماز خواندن، نماز عید، نمود نماز عید رو ما به شما حالا بیان میکنیم. بارک الله فیکم. البته نگفته نماند که در کیفیت نماز عید، یعنی در چگونه بودن نماز عید، چگونه خواندن نماز عید، علما اختلاف کردند. مذهبی شافعی، مذهبی مالکی و مذهبی بارک الله فیکم حنفی عددی تکبیری که در نماز هست به هم دیگر اختلاف کردند. مثلا مذهبی ما 4 تکبیر میگند در هر دو رکعت اول رکعت دوم، و بعضی از علما تکبیر احرام بعد از تکبیر احرام 6 تکبیر میگند و بعضی از علما 7 تکبیر میگند. و ما به شما از حدیث صحیح روایت میکنیم و میگوییم که بارک الله فیکم نماز عید 2 رکعت است. اولا نماز عید 2 رکعت است. رکوعش مثل دیگر نمازها رکوع، سجدهش مثل دیگر نمازهایی که شما همیشه میخونید مثل همون سجده، هیچ تغییراتی ندارد. خیلی که در حدیث صحیح آمده است که امام نسائی تخریج میکنند و در مسند امام احمد روایت میکنند. عمر رضی الله عنه گفتند که صلاة السفر ركعتان و صلاة الاضحى ركعتان و صلاة الفطر ركعتان تمام غیر قصر على لسان نبیکم صلی الله علیه وسلم. نماز سفر 2 رکعت است، نماز عید و قربان 2 رکعت است و نماز عید فطر هم 2 رکعت است، تمام است غیر قصر، یعنی اصل نماز همین است. و البته این روایت صحیح است. چگونه میخونید؟ بسم الله. شما نیت نماز عید را البته به زبان نمیگیرید. نیت کردن به زبان بدعت است. نیت کردن بگذارم این در اسلام وجود ندارد. محل نیت قلب است. محل نیت قلب است. وقتی که شما راه پیمودید، رفتید، یک مکان را یافتید، همه جمع شدید، این همیش نیت است. به صف ایستادید نیت کردید، همین نیت است، به قلبتون نیت کردید. بعد از این الله اکبر گویان تکبیر احرام میبندید. تکبیر احرام این رکنی نماز است که حتما این رو باید انجام بدید. یعنی الله اکبر گفته دست به صدر خود به بالای ناف میگذارید و بعد از این 7 باری دیگر تکبیر میگید. الله اکبر دست میبردارید، الله اکبر دوم تکبیر دست میبردارید، سوم تکبیر الله اکبر دست میبردارید، الله اکبر چهارم تکبیر، الله اکبر پنجم تکبیر، الله اکبر ششم تکبیر، الله اکبر هفتم تکبیر. و بعد از این دعای افتتاح صلات میخونید بمانند سبحانك اللهم بحمدك یا که وجهت وجه لله فاطر السماوات والارض. و بعد از این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میگید و سوره فاتحه میخونید. یا میشود که شما الله اکبر گوید نماز به داخل شوید، تکبیر احرام گفتید و بعد از این دعای استفتاح سبحانك اللهم بگوید و بعد از این 7 تکبیر گوید، هر یک تکبیر به دست میبردارید و بعد از این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه را تلاوت میکنید و بعد از سوره فاتحه یگان سوره دیگر را تلاوت میکنید و بعد از این الله اکبر به رکوع میروید، رفع یدین به رکوع، سمع الله لمن حمیده، الله اکبر به سجده، 2 سجده میکنید و الله اکبر گویان به رکعت دوم میخیزید
و برکت دوم وقتی که خستید بعد از الله اکبر گفته خستند 5 تکبیر دیگر میگید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر گویان 5 تکبیری دیگر میگید. و بعد از این بسم الله الرحمن الرحیم میگوید و سوره فاتحه رو تلاوت میکنید و بعد از سوره فاتحه یگان سوره دیگر رو تلاوت میکنید و الله اکبر بر رکوع، سمع الله لمن حمیده، سجده، 2 سجده میکنید، به تشهد میشینید، التحیات، صلی علی، بارک الله، و بعد از این یک دعای دیگر میکنید و بعد از این السلام علیکم و رحمت الله به طرف راست، السلام علیکم و رحمت الله به طرف چپ. نماز تمام شد. پس نماز عید از نماز 2 رکعت نفل چه فرق دارد؟ تکبیرش زیاد است. وقتی که تکبیر احرام کردید و الله اکبر گفته به نماز در اومدید، در رکعت اول 7 بار دیگر تکبیر میگید، با تکبیر احرام 8 بار میشود و در رکعت دوم الله اکبر گفته که خستید با 5 تکبیر دیگر میگید. همین تکبیرش زیاد است. بارک الله فیکم. در بین تکبیرها ذکر کردن این چیزها البته بعضی از علما میگن لیکن حدیثی صحیح وارد نشده است. ما از کجا گفتیم که 7 تکبیر و 5 تکبیر؟ در رکعت اول 7 تکبیر و در رکعت دوم 5 تکبیر، بجز تکبیرات یعنی رکوع و غیره. حدیث اومده است که امام ابو داود در سننشون روایت میکنند با رقمی 1150 و ابن ماجه در سننشون روایت میکنند با رقمی 1280 و امام احمد در مجله ششم مسندشون با یعنی صفحه 70 این روایت رو ذکر میکنند و البته محدثین این حدیث رو صحیح گفتند. حدیث صحیح است. از مادرمون عایشه رضی الله عنها روایت شده است که میگویند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يكبر في الفطر والاضحى. بدرستی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز عید فطر و عید قربان فی الاولى 7 تکبیرات، در رکعت اول 7 بار تکبیر میگفتند بجز تکبیر احرام، و فی الثانیه 5، و در رکعت دوم وقتی که الله اکبر گفته میخستند باز 5 بار دیگر تکبیر میگفتند. 7 تکبیرات رکوع. تکبیرات رکوع به این حساب نمیشد. پس این چنین روایت دیگر آمده است از عمرو بن شعیب از پدرش از بابایش روایت میکرد که گفت کبر رسول الله صلی الله علیه و سلم فی العید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز عید تکبیر گفتند چند بار؟ 7 فی الاولی. در اول رکعت اول 7 بار تکبیر گفتند و بعد از این ثم قرأ، بعد از این قرائت کردند، ثم کبر فرکعوا، و بعد از قرائت کرده شدن الله اکبر گفتند و رکوع کردند، ثم سجد، و بعد از این سجده کردند، ثم قام فکبر، بعد از این خستند و تکبیر گفتند چند بار؟ 5 بار دیگر، ثم قرأ، و بعد از این قرائت کردند، ثم کبر فرکع، و بعد از این قرائت کرده شدن الله اکبر گفته رکوع کردند و سجده کردند. چه خیلی که ما به شما پیشتر فهموندیم. این روایت رو هم ابو داود در سننشون با رقمی 1152 و ابن ماجه در سننشون با رقمی 1278 ذکر کردند و البانی این روایت رو حسن میدانند. پس طرزی چگونه خوندنی چگونه ادا کردنی نماز عید به شما معلوم شد. الله اکبر میگید، بعد از این 7 بار دیگر الله اکبر میگید، دست هر یک بار میبردارید. اگر اول دعای استفتاح خوانید سبحانك اللهم خوانید و بعد از این 7 بار بردارید هم جایز است. و بعد از این قرائت فاتحه و یک تلاوت و رکوع سجده و باز میخزید و الله اکبر میگید و باز 5 بار دیگر الله اکبر میگید و بعد از این با قرائت رکوع سجود و تشهد و سلام. البته عدد تکبیرات مختلف است. از نظر مذهب ابو حنیفه 4 تکبیر به تکبیر اولا، از نظر دیگر از علما 6 تکبیر و این نظر سوم. اگر کسی دیگر یعنی تکبیر با دیگر نمود خواند، البته با اون مشاجره کردن نقاش کردن شرط نیست، لیکن کسی که ما رو گوش میکند این چنین میخواند. بارک الله فیکم. بعد از این که نماز رو به پایان رسانیدید و سلام دادید، خطبه باید کرده شود. خطبه بعد از نماز عید. اما حکم خطبه و گوش کردن خطبه این واجب نیست. حکم خطبه این سنت است و هر کسی که میخواهد خطبه را گوش میکند و اگر نخواهد خسته
به کار خودش مشغول شدنش و کمی حرکت کردنش جایز است، اما در نماز جمعه حتما باید گوش کرده شد. یعنی حکم خطبه نماز جمعه و نماز عید از هم دیگر فرق دارد. حکم خطبه نماز جمعه واجب است، حکم خطبه نماز عید سنت است. و خطبه نماز عید مثل خطبه نماز جمعه دو خطبه نیست. یعنی یک بار خطبه کرده بینش به ششته بخسته یک بار دیگر خطبه نمیکنید، بلکه یک بار راست می ایستید و خطبه میکنید. و خطبه نماز عید همین است که در بالای منبر کرده نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و در چند بار اگر نماز عید خونده باشند در مصلی فقط راست ایستاده در بالای زمین خطبه میکردند، چخیلی که از ابن عباس و غیره روایت اومده است. بارک الله فیکم. یعنی پیامبر بعد از سلام دادن میخستند در بالای زمین می ایستادند و یک خطبه میکردند، یعنی نصیحت میکردند فضیلت عید، خرسندی در باره شو، اون چیزی دیگر خطبه میکنید. و در بالای منبر پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه نکردند روز عید. و خلفای راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی نیز همچنین در بالای بارک الله فیکم منبر خطبه نکردند. و حدیث هایی که اومده است که بعد از نماز عید در بالای خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله خطبه کردند حدیث های به نهایت ضعیف است، ضعیف جدا علما میگند. و این چنین در مسئله خطبتین پیامبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر خطبه نکردند و این چنین یک بار خطبه کردند، مثل نماز جمعه یک بار خطبه کردن نشسته باز خطبه خسته نکردند، بلکه یک بار راستانه خطبه کردند و تمام کردند. و حدیث هایی که اومده است که گویا که پیامبر دو بار خطبه کردند مثل نماز جمعه، این حدیث هم حدیث های به نهایت ضعیف است، ضعیف جدا است. بارک الله فیکم. و البته نماز عید پیش از خطبه خونده می شود، خطبه روز عید بعد از نماز است. چخیلی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که میگن شهیدت العید مع رسول الله صلی الله علیه و ابی بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبه. من اشتراک کردم به نماز عید با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و نماز عید را خواندم، با همراهی ابوبکر، با همراهی عمر، با همراهی عثمان رضی الله عنهم نماز عید را خواندم. همه اشون نماز عید را پیش از خطبه میخواندند. بارک الله فیکم. و این چنین این روایت از عبدالله ابن عمر هم ذکر شده است و هر دوی این روایت متفق علیه است. حدیث ابن عباس و حدیث ابن عمر این در بخاری و مسلم روایت شده است که نماز عید پیش از خطبه خونده می شود. بارک الله فیکم. انا این بود چگونه خواندن نماز عید. و در مسئله تبریک کردن، آیا تبریک کردن جایز است یا جایز نیست؟ البته تبریک کردن در روز عید بعد از دیدنی یعنی بگیم ماهتاب همدیگر رو تبریک کردن جایز است و در روز عید و بعد از نماز عید جایز است. لیکن روایتی که از سلف آمده است اونها میگفتند که بعد از نماز عید تقبل الله منا و منکم، الله از ما و شما عبادتی کردهمان را قبول بکند. یا که در جای دیگر میگفتند و احال علیک و همچنین دعا میکردند. تهنیه تبریکشون همچنین بود. عید مبارک، پیش از نماز عید یک روز دو روز پیش عید تبریک کردن اینها بدعت، یعنی پیش از نماز عید دو سه روز تبریک کردن و شروع کردن این بدعت است، در سلف صالح نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله نمیکردند. در روز عید بعد از نماز عید تبریک میکردند یا پیش از نماز عید در بعضی روایت‌ها. و این روایت شده است از طائفه از صحابگان رضی الله عنهم که همدیگر رو بعد از نماز عید تبریک میکردند. خیلی که ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری مجله دوم 517 صفحه روایت میکنند به اسناد حسن از جبیر بن نفیر که میگوید کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله اذا التقى اليوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا و منك. صحابگان در روز عید وقتی که به هم دیگر وام میخوردند روبرو میشدند بعضشون به بعضشون میگفتند که الله این عبادت های ما و شما را از هم یعنی از ما و از شما قبول بکند. بارک الله فیکم. پس این بود مسائلی مهمی که در باب عید است. و در روز عید غسل بکنید و در روز عید فطر پیش از به عید فطر رفتن طعام بخورید. سنت همین است که پیش از به نماز عید رفتن اول طعام بخورید، دو سه از خرمای خشک بخورید و بعد از این براه برید و از خونه‌تون تا وقتی تا اون مکانی که میرید در همون وقت تکبیر بگویید. البته صیغه تکبیر از
عبدالله ابن مسعود روایت است که الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد گفتند. و سنت این است که با آوازی بلندتر بگویید، البته جماعوی نگویید لیکن با آوازی بلند بگویید، همه روید. و در بازگشتن به همون راهی که رفتید به همون راه باز نگردید، به دیگر راه باز گردید، اینم سنت است. و البته این سنت های آداب و اخلاق عید که ما این مسائل رو همش رو در حلقه های درسی به شما بیان کرده هستیم. بارک الله فیکم. و این بود مسائل